اجرای برنامه‌های دولتی ساختمان تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی مجهز با تکنولوژی نوین در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب ولایت ختلان با آن مساعدت نمود که صفت تعلیم با عملی سازی دانشجوی نظریوی خیلی بهتر می‌گردد. در پیروی از تشبسات سازنده بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها عاید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی در بنیاد انشاءات‌های ساحه معارف و فرهنگ نقش مهم داشته. تا سال 2026 در شهر کلوب و ناحیه مومن‌آباد یک زمره انشاءات نوی ساحه معارف ساخته مورد استفاده قرار داده می‌شوند. در دایره اوج کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن باشکوهی وطن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه معارف، حل مشکلات جای نشست، بهتر کردن صفت تعلیم و تربیت و دانش آموزی خوانندگان از جانب فرمایشگر مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها عاید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی و پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود خوجه نوری ناحیه مومن‌آباد با وسعت ادامه دارد. در انشاءات مذکور کارهای لایحه‌کشی از سال 2020 آغاز گردیده از طرف کارخانه واحد دولتی لایحه‌کشی شهر کلوب به انجام رسانده. سال 2022 باشد و اکسپرتیز دولتی سپرده شد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از سال 2024 آغاز گردیده تا این دم مرحله به مرحله رفته ایستاده است. عین زمان در انشاءات زیاده از 15 نفر ساختمانچیان محلی کار و فعالیت نموده ایستادند که با معاش خوب سر وقت تامین گردیده میشوند. انشاءات بنیاد شونده در اساس لایحه از 3 آشیانه و تخانه عبارت بوده. صنفخانه‌های فن شیمی، فیزیک، زبان‌های روسی و انگلیسی بنیاد می‌گردند. در تخانه انشاءات مذکور 2 صنفخانه تعلیمی، کتابخانه، آشخانه، سردخانه و در آشیانه یکم تالار مجلسگاه 3 صنفخانه تعلیمی، در آشیانه دوم باشد 4 صنفخانه آزمایشگاه، حجره آموزگاران و در آشیانه سوم 6 صنفخانه تعلیمی، حجره‌های کاری، سانیتری و گیگینی تعرضی شده است. بنای مذکور با طرح زمان و موافق به طلبات معماری بنیاد گردیده برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 380 نفر خوانندگان پیش بینی گردیده است. مسئولین مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها عاید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی کارهای ساختمانی را زیر نظارت قرار داده هدف اساسی مسئولان و ساختمانچیان با صفت بلند و در مهلت پیش بینی شده انجام بخشیدن کارهای ساختمانی به حساب می رود. واقعا هم بنیاد چنین انشاءات نوی ساحه اگر از یک طرف به رشد ساحه و اینفراستراکتور دهات مساعدت نماید، از طرف دیگر در بلند برداشتن دانش آموزی بیدار ساختن حس خویشتن‌شناسی و تندرستی خوانندگان زمینه با اعتماد می‌گذارد. خیرنسا مرادزاده، محمدی میرزا، منطقه کلوب، اخبار.